نه اگر اینطور نیست میخواین برین جلو سنگ میاندازن جلو شما، فلانی ناراحته، یه قدم دیگه هم بردار، یک مانع دیگه پیش آمد. وقتی این موانع پیش آمدن 100% بدانین که خیلی در این نیست. این اعلان و خبردهی از طرف ذات حق است، باید این خیلی حساس بود روی این. بعضا هستن دوستانی هستن که اصلا به نسبت اون استخاره خواندن درست نیست، مشوره نشده، اصلا مشوره نیست. یادم از من یکی از فامیل ها بود میخواست ازدواج بکنه و من رفتم تحقیق کردم اون مسئله را که این چطور خانواده است، اینطور است اینطور نیست. نهایتاً برای بنده بعد از تحقیق مشخص شد که بله این خانواده خوبی نیست. من برگشتم گفتم به اون دوستم که این خانوادهش خوب نیست، اسمش بد در رفته، حالا راستا دروغ یا خلاصه بد در رفته، گفتم اینو ول کن. گفت نه من استخاره میخونم. گفتم بنده خدا این اسمش در رفته، بد هم در رفته، شما میخوای استخاره بخونی که چی؟ یا الله خیر هست برای من بده؟ این شر محضه. و بهش یادآوری کردم، گفتم خوب یادت باشه که بی عایشه رضی الله عنها را تهمت زدن و به نسبت پاکی حضرت بی عایشه رضی الله عنها 10 تا آیه قرآن نازل شده. هنوزم که هنوزه بعضا دارن میگن گفتم به نسبت شما آیات قرآن نازل نمیشه، به نسبت زنی که شما میخوای بگیری آیات قرآن نازل نمیشه، به این شما را سرفکنده میکنه در جامعه، فلانی زنش فلانی هست. وقتی که شما میبینی که واقعا شره، به نسبت این آمدن استخاره خواندن معنا نداره. لذا همین اول باید مشوره بکنیم و در مرحله دوم استخاره بکنیم و نهایتا استخاره تا 7 دفعه، چه بسا با خوابی خیالی و چه بسا با انشراح صدری یا با انقباض صدری. این طور از طرف الله متعال برای ما راه چاره نشان داده میشه. بعضا دوستان هستن استخاره میخوان تا 6 ماه، این خیلی خطرناک. یکی دوستان آمده بود پیش من گفت که من دختر فلانی رو دوست دارم میخوام این ازدواج بکنم. گفتم خب شما استخاره بخوام. بعد این دیگه رفت دیگه، بعد ازدواج کرد، بعد زندگیش دیگه خیلی با مشکلات زیادی هم مواجه شد. بعدا خودش تعریف کرد. بعدا الحمدلله آمدن تو جماعت تبلیغ و زندگیشون بعدا خوب شد الحمدلله. خیلی اول زندگی بدی با هم دیگه شروع کرده بود. بعد گفتم شما چیکار کردی؟ شما استخاره نخوندی؟ گفت که بیا حافظ من تا 6 ماه استخاره خوندم. تا 6 ماه استخاره خونده. نهایتش 7 دفعه است. معلومه شاید 60 دفعه خونده باشه. هر دفعه میگم دعا میکردم یا الله اگر این خیر هست برای من اینو بده، اگر شر هست یا الله اینو اصلا من رفع کن. اصلا میگه جور نمیشد. 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه میگم آخر من خسته شدم. گفتم یا الله هر چی هست بده. تا میگن دایی لنگ من که اصلا سال 12 ماه شاید 1 دفعه هم در خانه من نیاد، میگه یهو دایی آمد یگان جان اینطور است. خب بیا ما ازدواج میکنیم. ولی من خودم کمک میکنم. ازدواج برای من جور کردم ولی این یک بلایی برای من شد. اینطور نباید دعا بکنیم. بعضن هستن امروز هم یکی تو فضای مجازی آمده بود که ولی من فلانی رو دوست دارم، اونم منو دوست داره، الا بالله گردن مولا من باید اینو بگیرم. گفتم با حضرت اینطور نیست. تو اینجوری بخوای بکنی احتمال شکست هست. معلوم نیست. همه کسی را ازدواج میکنن، شغلی انتخاب میکنن، همه دوست دارن، مگه به دوست داشته میشه ازدواج کرد؟ ولی اینکه معلوم نیست خیر هست یا شره، مشخص نیست. گفتم شما باید استخاره بخوان و خیلی برای من سنگینه که از این دل بکنم. گفتم فردا چه بسا ازدواج هایی که بعداً به خاطر همین دوست داشتنی های ظاهری به طلاق انجام میده. گفتم میخوای شکست بخوری، مشخص نیست. به قول ترکمنا زنی که میخوای بگیری مثل هندوانه که هنوز قارچ نشده، مشخص نیست. هندوانه ببین یک نیسان هندوانه زدن، همم یکی، همم یک رنگ، همم زیبا، مشخص نیست کدوم پخته کدوم نپخته. بعد از اینکه قارچش میکنی مشخص میشه که پخته یا نپخته، معلوم نیست. لذا همینه که در دعاها نباید دعا بکنی یا الله اینو بده. به نسبت امور دنیوی هرگز نباید دعا بکنیم که یا الله اینو به من بده. چه بسا چنین دعا کردن بعد ما را به مصیبت مبتلا میکنه. ما گفتیم یا الله بده، اونم داده و بعدا چیکار کرده؟ به مصیبت مبتلا شدیم. بعضا هست که وقت برای استخاره خواندن نیست. متوجه این؟ مثلا معامله ای هست جلوتر، موردی پیش میاد که نمیدونی چیکار بکنی اینجا و اونجا دیگه وقت برای نماز خواندن هم نیست. اصلا وضو نداری، اگر هم داری جایی نیست، نه وضو هست نه جایی هست. 2 کلمه نبی خدا اسلام یاد دادن، اللهم اغفر لی واختر لی، یا الله برای من انتخاب بکن یا برای من گلچین بکن. اگر الفاظ عربیش نمیدونی بگو یا الله من دارم میرم دنبال این دیگه، اگه خیر من هست، لقمه حلال من هست،
خیر صلاح دنیا و آخرت من هست، یالا اینو برای من جور بکن، اگر نه شر یالا این از سر من رفع بکن و برین جلو. ببین اگر خیر خود به خود جور خواهد شد. اگر میبینید سنگ اندازی میکنن، دلها همه دست الله متعاله، اون بخواد بر میگردانه، برای شدن یا نشدن همه دست قلب ها دست الله متعاله. لذا اینو میگن استخاره سرپایی. بعضا وقت نیست برای خواندن، اینطور انشالله عمل بکنیم مطابق قرآن و سنت. ببین این دینی که الله متعالی برای ما فرستاده، این فکر دنیای ما هم کرده. استخاره به خاطر امور دنیوی هست که شما در ازدواج 100% موفق میشی. 100%، 99% نیست، به شرطی که به استخاره گوش بکنی. اول مشوره بکن، بعد استخاره بکن در امور دنیوی، در کارهای دنیوی، در شغلهای دنیوی، در مسافرتهای دنیوی. شما اگر با خدا و رسول خدا موافق احکام خدا و رسول خدا زندگی بکنید، 100% شما موفق میشید. الله تعالی وعده داده و من یعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاة طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر مرد زنی که مطابق من الله و رسول من زندگی بکنه و هو مؤمن باشه. الله متعالی در قرآن وعده کرده، مقدرات الله متعالی، تقدیر تو در سایه تدبیر توست. تدبیر شما مطابق قرآن سنت شما موفق میشی، تدبیر شما خلاف قرآن سنت شما بدبخت میشی. صاف ساده همینه. و من یعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، هر مرد زنی که الله متعالی فرموده مطابق دین من الله مطابق پیامبر من زندگی بکنه، چی بهش میدی الله؟ فرمودن فلنحینه حیاة طیبه، نگفتن میدم، فرمودن حتما من به او میدم. چی میدی الله؟ حیاة طیبه، در این دنیا زندگی پاکیزه من به او میدم. وعده الله متعالی زندگی پاکیزه در این دنیا حتما میدم. این دنیا را هم میده به نسبت اون دنیا. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اون دنیا هم تضمینه به برکت قرآن و سنت زندگی کردن. اگر کجا دعای ما قبول نمیشه، یک جای کار میلنگه. اگر ما در زندگی آرامش نداریم، یک جای کار میلنگه، باید اونجا رو درست کرد. تقدیر تو در سایه تدبیر توست. چون الله تعالی فرمودن و من اعرض عن ذکری، هر کسی باشه از شریعت من الله پیروی نکنه. الله تعالی فرمودن و من اعرض عن ذکری، هر کسی که از شریعت من الله پیروی نکنه، مطابق قرآن و سنت زندگی نکنه، چیکارش میکنی الله؟ فرمودن که فإن له معیشة ضنکا، او زندگی پریشانی خواهد داشت، زندگی در مضیقه خواهد داشت. اینا از مقدرات الله متعالی. لذا همینه که انشالله ما نیت بکنیم، همت بکنیم. دو چیز برای موفقیت در دین ضروری هست، یک دعا، دو بودن با مردان خدا. اون خدایی که دعا را قبول میکنه فرموده و کونوا مع الصادقین، با اهل عمل باشین. صرفا با دعا نمیشه انسان درست بشه. دعا اصل منتها اون دعایی که اون خدایی که دعا را قبول میکنه فرمودن و کونوا مع الصادقین، شما با اهل عمل باشین. با اونایی نباشین که فقط حرف میزنن عمل نمیکنن. نه، خدا اینطور نفرموده. فرموده و کونوا مع الصادقین، با اونایی که صادقن، گفتارشون با عملشون یکیه، با همونا باشین. و یکی از مصادیق بهترین این آیه قرآن در این زمانه جماعت تبلیغ هست. جماعت تبلیغ هایی که واقعا مطابق قرآن سنت رهبری میشن، بهترین جماعت هستن که اونجا هم ایمان یاد داده میشه، هم عمل یاد داده میشه. و اشخاصی که در اون جماعت ها دارن زحمت میکشن در کل دنیا، الا ماشاءالله به صورت عمومی اهل ایمان و اهل عمل هستن. الله متعالی همه ما رو توفیق بده تا مطابق قرآن سنت رو زندگی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.